سلام دوستان، پر از عشق، سرور و آناندا باشید. آلتار یا محراب جایگاه مقدسی هست، انرژیک و با ارتعاش بالا. معبد شخصی هر نفری میتونه باشه که نشست‌های معنوی، یوگا، مدیتیشن، آسانا، پرانایاما و حتی ژورنال کردن، حتی یک راز و نیاز ساده، حتی آرزو کردن در اون معبد شخصی انجام بشه. ببینید دوستان، محراب یک مکان انرژیک هستش و همچنین وسایلایی که در اون محراب قرار میگیره و به همون اندازه که خود آلتار میتونه در بالا بردن سطح انرژی بدن پرانیک ما تاثیرگذار باشه، این وسایل معنوی هم که شهود ما عاشق اوناست و یه جورایی جذابیت روحی برای ما داشتن که استفاده کردیم و اونا رو انتخاب کردیم، میتونه در بالا بردن سطح فرکانس ارتعاشات ما مهم باشه. این وسایل میتونن شامل مجسمه های خاص، عود، شمع، اویل، کاسه تبتی و حتی دفتر و قلمی که بذاریم توی این محراب برای ثبت نیت‌ها و سانکالبه هامون و ژورنال کردنمون باشه. پس انتخاب وسایل محراب شخصی هستش و بر اساس انتخاب شهود و دل ما، بر اون اساس که ما چقدر اون وسایل رو میتونیم باهاش رابطه و انرژی مثبتی رو برقرار کنیم. میتونید از اسفند استفاده کنید، میتونید کتابی رو که خوندید و بهش علاقه‌مند هستید در محراب ما قرار بگیره. ببینید دوستان، ما برای تمرینات معنوی و برای رفتن به درون خودمون به هر دلیلی به یک کنجی نیاز داریم، به یک جایی نیاز داریم که بتونیم گاهن شمعی روشن کنیم، موزیکی بذاریم و یا سنگ کریستالی که متعلق به خودمون هست رو اونجا بذاریم و بدونیم که اون قسمت از خونه انرژی متفاوت تری پیدا میکنه که اگه دقت کرده باشید زمانی که ماها به یک معبد میریم، به یک مسجد، به یک کلیسا، یه دفعه انرژی های فوق‌العاده زیادی رو ما جذب میکنیم و با جذبشون رو حس میکنیم. این به این دلیله که تمام افرادی که به اون مکان رفتن اینتنشن خاصی رو دارن، همه با یک هدف مشخصی اومدن، به خاطر همین سطح ارتعاش انرژی بالاتر میره. هر چقدر رفت آمد اون افراد با اون اهداف مشترک و اون فرکانس های بالا و اون حال خوب توی اون مکان ها بیشتر میشه، 100% و خود به خود رفتن به اون مکان ها حال ما رو هم بهتر میکنه. پس داشتن یک معبد شخصی در کنج اتاقمون، در گوشه از منزلمون باعث میشه که ما جای مقدس خودمون رو داشته باشیم و انرژیک باشه برامون. در مورد آلتار هم همینه. روزانه که در این کنج تمرینات معنوی، چه مبتدی، چه ساده، چه حرفه‌ای، چه استادانه رو انجام میدیم، ارتعاش اون نقطه رو حس میکنیم، چون ارتعاش اون کنج خونه تازه و نو هستش، عوض شده و کاملا انرژیکه و اینکه این نقطه رو دائم تغییر ندیم، ثابت باشه و بتونیم راحت تر تمرکز کنیم، خیلی خیلی کیفیت مدیته های ما، مراقبه های ما، آسانا، پرانایاما و هر نشست معنوی ما رو بالاتر میبره. شما فرض کنید که آلتاری رو که ساختیم، حالا یا روی میز، توی یک قفسه، روی یک کتابخونه، روی تاقچه یا روی سجادمون روی زمین، این آلتاری رو که ساختیم رو دائما بخوایم تغییرش بدیم. امروز یک کنج خونمون باشه، فردا یک کنج دیگه ای باشه، خب مطمئناً بدن پرانیک ما دچار حس و حال متفاوتی میشه، حواس ذهن ما پرت میشه و جای جدید هر بار ذهن ما رو درگیر داشته باشید. بدون شک و قطعاً برای انجام سادانا، تمرینات شخصی، مراقبه ها، مدیته ها و آسانا ها، پرانایاما ها و حتما باید گوشه ای رو داشته باشید که متعلق به شخص خودتونه. همین که زمانی که اون محراب ما ثابت باشه، یک کنج رو انتخاب کنیم و تغییرش ندیم، بدن ما از لحاظ روحی، روانی و ذهنی به اون نقطه عادت میکنه و راحت‌تر میتونیم خودمون رو در یک احساس امن و سکون و آرامش قرار بدیم و متمرکز بشیم و حواس پرتی برامون ایجاد نشه.
و البته ثابت بودن آلتار و اینکه دائما نشست‌های معنویمون رو روی محراب ثابتمون انجام بدیم نباید این نگرانی رو برای شما ایجاد کنه که اگر روزی این آلتار رو من نداشته باشم، محراب شخصی من نباشه، من دیگه نمیتونم مدیته کنم، نمیتونم ژورنال کنم، نمیتونم اهدافمو بنویسم، نمیتونم سانکالپاهامو بدونم، نیتامو بدونم و حتی یه راز و نیاز ساده رو نمیتونم انجام بدم. در صورتی که داشتن محراب یا آلتار روز به روز به شما کمک میکنه که تمرکزتون بیشتر بشه و هر جایی باشید بتونید سادانه های خودتون رو، تمرینات شخصی خودتون رو انجام بدین. نکته دیگه، آلتارها باید توی یک چارچوب باشن. شاید یکی بگه خب من میخوام مدیته های روزانم رو، نشست های معنوی رو در طبیعت انجام بدم. شما در صورتی میتونید این کار رو کنید که اون طبیعت بکری باشه که اکسیژن، سکوت و هوای خوبی داشته باشه. در آلتار، در اتاقتون، در اون چارچوب وقتی محراب خودتون رو میسازید، وقتی توی محراب میشینید کیفیت بیشتری رو میتونید حس کنید، چون تفاوت انجام مدیته ها و سادانه ها در محراب شخصی و طبیعت برمیگرده به تفاوت در کیفیت اون تمرین و مراقبه هامون، چون قدرت حواس و تمرکز در این مکان ها متفاوته دوستان. پس در یک 4 دیواری که خلوت و تمیز باشه و اما نکته سیستم تهویه هوا رو داشته باشه که جریان انرژی در اون محیط به راحتی ساری و جاری باشه و اون پرانا رو از جهان هستی بتونیم دریافت کنیم و دعوتش کنیم به بدن پرانیک خودمون، باید حتما اون 4 دیواری که کنج اون رو انتخاب کردیم برای داشتن یک محراب شگفت‌انگیز حتما یا تهویه هوا داشته باشه یا پنجره داشته باشه و هوا در اون ساری و جاری باشه. چرا خلوت؟ چرا من از کلمه خلوت استفاده میکنم؟ محراب ما یا آلتار ما باید در مکانی خلوت باشه، به این دلیل که وسایل زیاد باعث تجمع انرژی زیاد میشه که زیر اونا قرار میگیره، به مرور زمان حبس میشه، بوی ماندگی میده و حتما یا باید اون وسایل توی اون اتاق قرار نگیرن، خلوت سازی بشه، یا حتما پاک سازی بشن و تمیزکاری انجام بشه. هرچه ساده تر، مینیمال تر خیلی بهتر، چون یه جمله معروف هست که میگه آنچه در بیرون است نماد ذهنی ماست. پس باید خلوت کنیم تا بتونیم دغدغه‌های ذهنیمون رو هم خلوت کرده باشیم. آلتار مثل یک باد موافق میمونه، مثل یک نسیم موافق میمونه که همونطور که پوشیدن لباس سفید یا لباسی که از الیاف طبیعی هست به کیفیت مراقبه ما کمک میکنه، به همون دلیل هم از دانش کهن تجربه شده که داشتن محراب شخصی باعث بالا رفتن کیفیت‌های مراقبه های ما میشه. امیدوارم که بعد از دیدن این ویدیو از این مطالب الهام گرفته باشید و فضایی رو با عشق، صلح و آرامش و سکون بسازید و محراب شخصی خودتون رو در کنج خلوت اتاقتون داشته باشید. نماسته.